با سلام و درود خدمت بیننده های عزیزمون. با برنامه دیگر از تحلیل بازار املاک تورنتو در خدمتون هستیم. من محمد حسامزاده و محسن میرزایی هستم در خدمت عزیزان. خب برنامه امروز محسن جان قرار بود درباره به اصطلاح جمع‌بندی آخر سال و رفتار متفاوت خریداران و فروشنده ها هر چقدر که به سال جدید نزدیک میشیم. خب من یه هیستوری کوچیک اول خدمت عزیزان عرض بکنم. معمولا این موقع از سال که میشه به خاطر شرایط فرهنگی که اینجا هستش، نزدیک کریسمس هستیم و یا ادیان دیگه هم هالیدی های خودشون رو خیلی تو این حول و حوش جشن میگیرن، اکثر مردم مشغول خریدها و جشنهای دیگری غیر از ریل استیت هستن و یه مقدار خرید و فروش ملک پایین میاد. اینو ما توی ماه دسامبر و ماه ژانویه کاملا حس میکردیم هر سال. بله. ولی 2-3 سال یه مقدار این قضیه عوض شده. از زمان کووید کسانی که انتظار خرید داشتن و دلشون میخواست خرید رو با قیمت مناسب تری انجام بدن، احساس کردن که خب کسی که در این فصل ملکشو برای فروش میگذاره حتما تحت فشار هست یا تصمیمات جدی تری داره برای فروش و راحت تر میشه باهاش مذاکره کرد و قیمت خوبی خرید. این است که در چندین سال گذشته، میتونم بگم از 2021 اگه اشتباه نکنم، ما مشاهده کردیم که جنوری و فوریه بر خلاف همونطور که فرمودید تاریخچه قبلی فروش بالایی داشتیم نسبتاً. دقیقاً همینطوری که میفرمایید و واقعاً خریداران این ذهنیت رو دارن که تا حد خیلی زیادی هم درست هست. کسی که الان مالش رو آورده توی بازار و میخواد بفروشه حتما فروشنده جدیه. از طرف خریداران هم خریدارای جدیتری باز توی مارکت هستن. چرا؟ چون کسی که دوباره توی این شرایط میخواد به ملک داره نگاه میکنه، احتمال اینکه خریدار جدیتری باشه خیلی بیشتره، وگرنه یا درگیر خریدها و جشنهای تعطیلات هستن و یا اینکه دنبال مسافرت. اما ببینیم که چرا مشکل سازتر میشه فروش در این فصل. میدونید در تورنتو دیگه از نوامبر برف شروع میشه و وقتی که برف میاد اونهایی که خونه رو برای فروش گذاشتن بایستی هم درایوی و هم محل پارک ماشین و هم ورودی خونه رو تمیز کنن، هم بعد از اون بالاخره با کفشای گلی مردم میان داخل. دوباره تمیزکاری داخل خونه هست. مسئله این است که یک سری مشکلات غیر از بحث تعطیلات و همونطور که فرمودید جشن‌های مذهبی، بحث مشکلات نشون دادن خونه هم هست. در باز میشه، مسئله لوجستیکی. دقیقاً این است که فروشنده هایی که خیلی عجله ندارن یا دلشون میخواد ملکشون رو به قیمت بفروشن یا درگیر این هزینه های اضافه نشن، تو این فاصله ملکشون رو از مارکت بیرون میارن و صبر میکنن تا مارچ که کرب اپیل یا اون جذابیت ورودی خونه برگرده، سبزی باشه، گلی بتونن بکارن بیرون رو بتونن شیک و خوشگل کنن، اون موقع ملکشون رو برمیگردونن توی بازار. دقیقاً. حالا من یاد صحبت دکتر هولاکویی افتادم، میگفت اگه میخواید با یکی ازدواج کنید این چیزی رو که میبینید 20% بدترش کنید و اگه با اون 20% بدتر اوکی بودید برید جلو. درسته ما الان 40-50% بدترش رو داریم. دقیقاً. یعنی کسی که تو این آب و هوا با این شرایط یه ملکی رو بپسنده 100% هوا که بهتر بشه عاشق اون ملک خواهد شد. از اون ملک شد. مسئله دیگه نگهداری یک ملک، به خصوص املاکی که خالی هستن، خونه‌هایی که کسی تو زندگی نمی‌کنن، تو این فصل خودش یک چالش بزرگی است برای فروشنده. هزینه گرم کردنش، چون نمیتونن اینجا گرم کننده ها رو خاموش کنن، لوله ها میتره که به خاطر سرمایه زیاد. یکیش اونه، یکی این که بالاخره خونه خالی بایستی ازش مواظبت بشه، تمیز شه، مرتب سرکشی بشه بهش. این هم مسائل اضافه بر مشکلات لوجستیکی که شما فرمودید هست. دقیقاً. چون محمد جان یه نکته قشنگی رو اشاره فرمودن که باید برف رو تمیز کرد، نمیدونم درایوی تمیز باشه، پیاده رو تمیز باشه. اینا واقعا مسائل مهمیه. یعنی ما وقتی میایم حتی از نظر قانونی بحث رو نگاه میکنیم،
قانون کار نداره که من مثلا تو اون خونه الان در حال زندگی کردن نیستم، من مسافرت بودم، ایران بودم یا خارج از کشور بودم، باید هماهنگ کنم یک نفر درایوی منو تمیز بکنه، اون قسمت پیاده رو که عموم ازش استفاده میکنن تمیز باشه، تا این حد که اگه خدای نکرده کسی اونجا براش سر بخوره، اتفاقی پیش بیاد، میتونه بیاد مستقیما یقه من رو بگیره. بله و دقیقاً همینطور. حالا چه رسد به این که شما خودتون دارید دعوت میکنید از خریداران و مشاور املاک که بیاد و خونه رو نشون بده، دیگه اون قطعاً مسئولیتتون چند برابر هست و حتما بایستی اون مسائل ایمنی رو رعایت کنید. کاملا. خب برای جمع‌بندی فکر کنید که الان برای خریداران و فروشنده ها میتونیم چه نسخه‌ای بپیچیم یا چه توصیه‌ای کنیم که تو این فصل بهترین معامله رو انجام بدن و از هر دو طرف؟ خب اولین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که کسایی که توی مارکت هستن آدمای جدی هستن، پس بیایید ما هم باهاشون جدی برخورد بکنیم. بله. اگر خریدار هستیم لوبال خیلی الکی انجام ندیم، چون اگه واقعا از اون ملک خوشمون اومده احتمال اینکه این معامله رو از دست بدیم زیاده. بله. چون طرف دیگه اینجا تو ذهنش این نیست که اوکی مارکت هست، ما داریم با هم بازی میکنیم، حالا یا میشه نمیشه میریم برمیگردیم. یه مقدار اینجا این قضایا رو باید کنار گذاشت. همینطور هم خریداران هم جدی‌تر هستن. بله. وگرنه خب بارها برای خود من به شخص پیش اومده، با یه خریداری مدتی بوده کار میکردم، اوایل دیسمبر که رد شده گفته اوکی همه چی رو همینجا میذاریم نگه میداریم، بله. بعد تعطیلات برمیگردیم. ولی اونی که میمونه پس جدیه، پس رفتارمون هم باید متناسب با اون جدی‌تر بشه. همینطور هم مشاور املاک 100%. خاطرمون باشه درست است که ما چند روز، یک هفته شاید تعطیلات برای عموم، نزدیک به یک هفته و 2 هفته برای محصلین داریم، اما بازار ملک همچنان باز هست. اگر کسی واقعا بخواد کار کنه، به خصوص مشاور املاک عزیز، میتونن تو این فرصت بهترین استفاده رو حالا چه از طرف فروشنده چه از طرف خریدار ببرن. اگر به قول فرمان شما آفر یا پیشنهاد قیمتی اومد، اون رو جدی بگیرن و تلاش نکنن با بازی‌های حالا میتونم بگم متداول. بله متداول یا ساده لوحانه یا زیادی خوشبینانه بخوان اونو از دست بدن و برعکس اگر خریداری از یک ملک خوشش اومد سعی نکنه زیادی فشار بیاره یا زیاد بخواد سوء استفاده کنه از این موقعیت. برای همتون آرزوی خوشبختی دارم، امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید. برنامه بعدیمون احتمالاً میفته سال آینده، پس امید خدا پیش سال نو میلادی هم به همه شما تبریک میگم. سال نوتون مبارک. stay safe به قول این خارجی ها. بله. و تا درودی دیگر بدرود.